گوش بگی 20 سال مکمل اینمی حکومت اینمی محب و غیره همینجا اعلان نمیکرد که در افغانستان 21 گروه است. دمی 21 گروه 20 گروه را خودشان تأسیس کرده. اینمال طالبان تقریبا 90% دسیسه های اینا را از بین برده. اینمی سری معبد اهل هنود که اینجا حمله شد تو یقین کن 90% اینا خنثی شده. در مابین از یک طالب شهید شده. یا از خنثیگرایی است، اگر نه که باید او معبد کلگیش اینا انفجار میدادن خدا نخواسته. دیگه بس مسائل هست، تو نیست که حکومت تو در هر مسئله بگیری که ملامت است، تو باید کامیابیش هم سهل کنی. در این افغانستان طالبان اینقدر کامیابی به دست آورده، جزایر قدرت از افغانستان از بین برد. دوستم والی جوزجان نمیمان که دولت داخل شود. عطا محمد نور گپ رئیس جمهور قبول نمیکرد که من والی فلانی جای نیستم. محقق باز چه میکرد؟ ممنون. این چیزای خوب طالبان باید ما اعلان کنیم که چی کردن برای افغانستان. آقای نصرت چی ضرور برای افغانستان با یک کشور